فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده به نام منصور از ساقز در رابطه با این پرسن که در روستای ما امام جماعت اهل بدعته، آیا نماز پشت سرش جایز هست؟ ادا می شود یا خیر؟ این باید اینو تشخیص بدیم که اهل بدعت یعنی به چی چیزی ایشون مثلا میگن که اهل بدعت هست. بسیاری از چیزها شاید بدعت نباشه و از دیدگاه ایشون شاید اونو بدعت اینو معرفی بکنیم و اگر بدعت هم باشه این بدعت تا چه اندازی هست؟ آیا این بدعت در حد شرک میرسه؟ بدعت مکفری هست؟ اگر واقعا بدعت اون بدعتی هست که به اصطلاح در حد شرک میرسه و مکفره هست، در پشت سر چنین امامی نماز خوندن جایز نیست. اما بدعتی به اصطلاح به صورت اصلا بدعت نباشه، به طور مثال مثلا در برخی از موارد بسیاری از مناطق اینو میدونن کسی که مثلا سرش مثلا برهنه باشه پیش نماز باشه یا با یک کلاه تنها نماز بخونه عمامه نداشته باشه، میگه این بدعت خلاف سنت هست و نماز پشت سر این جایز نیست. اینا دیگه جزء بدعت حساب نمیشن، نماز جایز، هیچ اشکالی نداره. اما اگر اون بدعت یک بدعت اعتقادی هست و در حد کفر میرسه، در حد شرک میرسه و خلاف اجماع ائمه اربعه هست، در این صورت پشت سر چنین شخصی نماز خوندن درست نیست و باید یک امام دیگری رو پیدا کنه.